ادامه سقوط آزاد اقتصاد در ایران. دلار به 135,000 تومان رسید. تموم شد. ما جوونیمون رو باختیم. جوونی؟ کدوم جوونی؟ یه از خدا بیخبر کبریت گرفته زیر جوونیمون بره جزغالی شدنمون نگاه میکنه. حقوق من و تو بابا روحم کفافمون نمیده. بفهم چه خبره؟ اینا یه عمر دارن درجا میزنن. اینا نه، ما درجا نمیزنیم. همش پس رفته. ما اصلا چیزی داشتیم که بخواد کم شه که پس رفت کنیم؟ چی داشتیم؟ جوونی که دیگه داره میره. اگر شما میگید باختید، بله، من از بچگی از دوران کودکی باختم. من تو صف مدرسه باختم، من تو صف چرخ و فلک برق باختم، من تو صف سربازی باختم، من تو صف کنکور باختم، من تو صف بورس باختم، من تو صف یارانه باختم. بابا من حتی تو صف نقصی هم باختم. من کلا نمانی نستیم که خواستم برنده باشم. کلا باختم. آدم ها پاورانه به دنیا میان، پاورانه هم از دنیا میرن. و این وسط یه چند سال کفش و جوراب میپوشن. و این ناز شست خودمون که این وسطش هم پاورانه. دروغگو ماییم، اوباش و عرازل ماییم، مفسد فعل ارز ماییم. آقا هرچی برده شده این برده، هرچی خورده شده توی مملکت این خورده، هرچی به چاپ و به چپون بوده کار ما بوده. میلیارد پول این مملکت لوتی خور شده آقا گردن ما. یارو از گشنگی کارش به کلیه فروش افتاده گردن ما. جوونا مفنگی شدن، بیکار شدن، نون ندارن بخورن، طلاق ملاق زیاد شد آقا، همش گردن ما. آب دریاچه رو میارم آقا، ما سر کشیدیم.